دوره به انجام رسیدن موسم کشت و کار بهاری جمع‌آوری محصولات بروقتی کشاورزی و آمادگی به گذراندن کشت تکراری بر زور می‌گردد. وضعیت و شرایط زمان معاصر از ما طلب می‌کند که بیش از هر وقت دیگر زحمت کشیم و استفاده ثمرناک تمام امکانات و اقدارهای موجوده کشور را تامین نماییم. در رابطه با این ما تصمیم گرفتیم که امروز وضع واقعی ساحه‌های اقتصاد ملی از جمله صنعت و کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصاد ملی را مورد تحلیل قرار دادن مسائل مربوط به تأمین فعالیت منتظم آنها، بالا بردن ثمرناکی استحصالات، بلند برداشتن سطح مدنیت استفاده زمین و آب، همچنین وضع کارهای سازندگی و آبادانی کشور را بررسی و چاره‌جویی نمود. در 4 ماه اول سال جاری سرعت رشد اقتصادی ملی 8.2% افزایش یافته، سطح تورم 1.8% را تشکیل داد. این البته نشان دهنده خوب است. در این دوره نقشه قسم درآمد بودجه دولتی 110.6% اجرا گردیده. مبلغ‌زایی ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تامین کرده شد. ولی نقشه واردات اندازها و پرداختها در 5 شهر نایای کشور از جمله سنگوار، لیوکند، یاوان، پنجکند و اشکاشم اجرا نگردیده است. از این حساب به بودجه دولت بیش از 90 میلیون سومانی وارد نشده است که نگران کننده می باشد. بنابراین برابران ولایت‌ها، شهر نایه‌ها، وزارت مالیه و کمیته انداز سپارش داده می شود که جهت سریع وقت و پورا جمع‌آوری نمودن اندازها، کم کردن بقیه پولی آنها، دریافت منبع‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی و تأمین نمودن ثمرناک خراجات ذخیره‌های مالیوی تدبیرهای مشخص اندیشید. طی ماه‌های ینور اپریل سال 2025 به اقتصادیات کشور 15.4 میلیارد سومانی سرمایه خارجی جلب گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 49% زیاد می باشد. با وجود این حصه سرمایه مستقیم خارجی در حجم عمومی سرمایه خارجی چندان نظر است نبوده، همگی 812 میلیون سومانی یا که 5.5% را تشکیل داده است. جلب سرمایه خارجی در این دوره در ولایت ختلان همگی به 27 میلیون سومانی رسیده، نسبت به همین دوره سال گذشته 63% کاهش یافته است و سرمایه مستقیم خارجی در ولایت عموماً بقای گرفته نشده است. چون این حالت در دیگر ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور نیز مشاهده می‌گردد. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی رهبریت ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها از جمله ولایت ختلان و وزارت و اداره‌های مربوطه را ضرور است که فعالیت خود را جهت جلب سرمایه مستقیم برای تطبیق هدف‌های استراتژی کشور از جمله صنعت کنونی با سرعت و تأسیس جاهای نو کاری کلاً وسعت بخشد. از جانب تشکیلات قرضه کشور با ساحه‌های اقتصاد ملی و اهالی در ماه‌های ینور اپریل سال جاری
Но аз дар 1 миллиард сомонӣ пешниҳод шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 37% зиёд мебошад. вале ҳаҷми он барои рушди бемайлони соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҳоло ҳам нокифоя мебошад. дар ин давра аз ҳаҷми умумии қарзи додашуда ҳамагӣ 14% ба соҳаи кишоварзӣ ва 11% бар соҳаи саноат рост меояд, ки барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда кофӣ нест. ҳамзамон бо ин 49% қарзи додашуда дар кишвар ба истеъмолот рост меояд, ки ин низ бо ҳадафҳои пешбинӣ гардида мутобиқат надорад. бонки миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзиро зарур аст, ки барои таъмин намудани дастрасии соҳибкорони хурдумиёна ба қарзҳои имтиёзнок ва дарозмуддат, махсусан дар соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ чораҳои амалӣ андешанд. ман қарз додан, қарз гирифтан ҳолнокии иқтисодии мардуми яке роҳҳои василаҳои фаъолгардонидани аҳолии мамлакат ба иқтисодиёт аст, ба тиҷорат аст, яъне ҷойи кор даромад мегирад, зиндагишон аст. ва ҳиссаҷудокунӣ кушодани филиалҳои бонкҳои саҳомӣ дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти Кӯҳистон бениҳоят муҳим аст. албатта назорат кардан дар кор баъзан шаҳру ноҳияҳода 1 миллион 2 миллион сомонӣ, ҳатто аз инам камтар аст. раиси бонки миллӣ, мушовири президент, муовини аввалин сарвазири мамлакат таҳлил кунин ҳар як шаҳру ноҳия чӣ қадар қарз дар ҳар як моҳ ба мардум дода шудааст. масалан қарзҳои хурд. касе ба занбури асалпарварӣ машғул аст, як касе дигар ба ҳунарҳои мардумӣ, ёки касе ба корҳои дузандагӣ ришта мехарад, ранг мехарад, 1000, 2000, 3000, 5000 сомон мегирад. гардишаш барқарор кунӣ 100% аст. оное ки қарзҳои хурд ҷудо мекунем. ин аз як лиҳози дигар дастгирӣ ба оилаҳои камбизоати ҷомеа мебошад. аз якчанд майдонҳои заминҳои кишти ғалазорҳо, кишти сабзавоти барвақтӣ бохо онҷо ки пухта расидааст ва пурсон шудам чӣ гуна мардумро бо кор ҷалб мекунанд. албатта бале 1 килограмм гелос ҷамъоварӣ мекунад 2 сомон. 60-70 нафар онҳое ки хонашин ҳастанд, ман пурсон шудам чанд кило ҷамъ мекунанд дар як рӯз, то 100 кило. 100 кило 200 сомон. агар 10-20 рӯз ҷамъоварӣ кунад, барои як оила даромади хуб мешавад. худи истеҳсолотчиёро ҳавасманд карданамон дар кор. кӯшиш накунед ки аз истеҳсолотчӣ сарфа кунед. не, баръакс. қобили зикр аст ки барои вусъат бахшидани раванди рушди устувори соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар паёми роҳбари давлат солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуданд. дар робита ба ин истифодаи технологияҳои рақамӣ ва гузариш ба низоми пурраи пардохтҳои ғайринақдӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва соҳаҳои мухталиф талаби қатъии замони муосир буда, дар ин самт бояд тадбирҳои таъхирнопазир андешида шаванд. ин як роҳе ки мо коррупсияро аз байн мебарем. ҳозирини гиромӣ, дар моҳҳои январ-апрели соли 2025 дар кишвар дар ҳаҷми 18,9 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 25,2% зиёд мебошад. аммо афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ асосан аз ҳисоби 1,9 баробар рушд кардани саноати истихроҷ таъмин гардида, суръати рушди саноати коркард ҳамагӣ 3,5%-ро ташкил додааст. ба рушди соҳаи саноати коркард коҳишёбии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти насоҷӣ
تأثیر منفی رسانیده است. کم گردیدن این 3 سال نرخ پخته 12,000 تن و گازوارهای پختگین 1,3 میلیون متر مربع عامل اساسی کاهش آبی حجم این 3 سال محصولات نساجی میباشد. بنابراین حکومت مملکت از جمله وزارت صنعت و تکنولوژی نو، وزارت اداره مربوطه، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهرنایه‌ها وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت تشکیل مجموعه‌های نساجی در کشور و با این راه افزایش دادن حجم این 3 سال محصولات ساحه و ارزش بلند اضافه شده و صادرات آن تمام تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. در ماه‌های ینور اپریل سال جاری در کشور 121 کارخانه نو صنعتی به استفاده داده شده است. اما در ولایت قتلان شهر نایه‌های باختر، نارک، ناصر خسرو، شمس‌الدین شاهین، دوستی، پرخور، پنج، جیهون، جلال‌الدین بلخی و در ولایت سود در شهر نایه‌های عینی، کوهستان مدشاه و استقلال یگان کارخانه یا کارگاه‌های نو تأسیس داده نشده است که این به عملی مسئولین ساحه را نشان می‌دهد. همه از راهبر وابستگی دارد. یعنی معلوم می‌شود که راهبران این شهر نایه قابلیت تشکیل‌گی ندارند. اینچنین در این دوره در کشور 159 کارخانه از حالت استثماری بازمانده است. در دوره ذکر شده در اکثر شهر نایه‌های کشور لباس مکتبی عموماً استحصال نگردیده است که خیلی نگران کننده میباشد. چی نمیرسد؟ چی با آن نمیکنید؟ متریال منه نمیخواهید در نایه دنگره این هم منه. پخته خودی تاجیکی 500 نفر کار میکنند تا لباس های تیار صادرات کرده ایستاده است. برای چی خواهش نداره؟ برای چی ذوق نداره؟ نمیفهمم. همشی از بیرون میباید. کمبودی‌های ذکر شده سبب سریع و صفتناک اجرا نشدن برنامه‌های رشد ساحه صنعت بخصوص در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور گردیده ایستاده‌اند. ضرور است که کمبودی‌های جای داشته ساحه برطرف و مسائل تشکیل کارخانه‌های نو استحصالی، تأسیس جای‌های کاری نو و زیاد نمودن سرعت رشد استحصال محصولات صنعتی بخصوص در ساحه‌های کارکرد سری وقت حل و فصل کرده شوند. بار دیگر تاکید می‌نمایم که امکانیت‌های استفاده نشده در سمت رشد صنعت در منطقه‌های کشور مخصوصاً صنعت کارکرد در ولایت قتلان نهایت زیادند و جهت پوره استفاده نمودن آنها تشبثکاری راهبران و مسئولین ولایت‌ها، شهر نایه‌ها، وزارت اداره ساحوی، جلب سرمایه مستقیم وطنی و خارجی و واردات تکنولوژی‌های پیشقدم ضرور میباشد. وزارت صنعت و تکنولوژی نو در دیگر وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایه‌های کشور اجرای سفارش‌های قبلا داده شده را عاید به رشد ساحه‌های صنعت از جمله کارکرد پوره ذخیره‌های اشیاء خام وطنی، اینچنین زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صادراتی و عوض کننده واردات حتما تأمین نماید. من تعلیق آموختم حاضر مبلغ‌ها دیگر چی؟ به ساحه صنعت به ساحه استحصالات بینید کم نظارت کنید و حساب بودجه و میتیم تنها برای رشد صنعت استحصالی و استحصالات کارخانه‌های استحصالی. من یکچند سفرها داشتم در ولایت مختار کوهستان بدخشان، در نایه ونج، نایه درواز، عمان شهر نایه، حتی نایه اشکاشین، دوردستری نایه. در آنجا جای کاری نیست، کارخانه صنعتی نیست. یکچند مصلحت‌ها دادم، اما را کردند. صدها، هزارها جای کاری شده است. ما و شما توت می‌خوریم، خوش نمی‌کنیم. نایه ونج توت صادرات میکنند، از آنجا میخرند در شهر خوجند
صدها تانه آورده کار کرد و بستوبند میکنند خودشان یک دختری تاجیک در ناحیه روشام از خارج کار کرده درآمد گرفته اومده کارخانه کرده است در خود شهر خارو در ناحیه اشکارشی انگد اپلیپی خرد جمع گواری کرده روغن کرده و بنیاد برای سلامتی انسان پایداش کلان جای کاری شده است از چیز طبیعی جمع آوری کرده کار کردن خورد 10-20 کس کار میکند یکی 10-20 سال صاحب نام از محصولات خودی طبیعی از یک آنجا نمیبرند از خارج نه اونقدر تکنولوژی قیمت است یا که دیگر میوه‌های بدخشان کارکر کرده به خارجه از بدخشان صادرات کرده ایستادن از داخل کوههای سر به فلک در شما پوسیده خواب است میوه سبزوات من در نظر دارم زردآلو شهریتوز و قبادیان و دیگر جا اگر کارکر کنیم باید 10 برابر درآمد بیشتر میگیرم جای کاری میشود ما خواهیم شدت مهاجرت ملتی را پس کنیم با همین راه است چورا غمخواری میکنیم در حق مردم ما شما را برای چی تعیین کردیم در این وظیفه رئیس شهر نویا کدامش نکرده است نمیتواند جا را خالی میکند عموما از سیستم خدمتی دولتی همزمان با این وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نویا را ضرور است که جهت با جای کاری دائمی تامین نمودن اهالی کشور چاره‌های علاوه‌ای را راه اندازی نماید با مقصد نائل گردیدن به استقلال انرژتیکی در کشور از جانب دولت و حکومت چاره‌های نظررس عملی شده ایستادند در برابر این ضرور است که با مسئله صرفه‌جویی و استفاده ثمراناک نیروی برق اهمیت جدی داده شود زیرا تلفات نیروی برق خصوصا تلفات غیر تکنیکی و استفاده غیر قانونی آن هنوز زیاد است تلفات نیروی برق در سال 2024 با 4.5 میلیارد کیلووات ساعت یا 20% و در 3 ماهه یکم سال جاری با 1.3 میلیارد کیلووات ساعت یعنی که 20.5% برابر گردیده است که باعث نگرانی جدی می باشد حالا که برای اجرای تامین اهالی مملکت با قوه برق همگی 1.5 میلیارد کیلووات ساعت لازم است یعنی همین قوه برق استحصال شده در وطن حاضر پوره برای مردم میرسد و زیادی میکند اگر حساب کتاب عمیق برآورده شود زیاد بر زیاد است ما هر سال کوشش کرده ایستادیم که در کشور اقتدارهای نو و ایستاده سال گذشته 500 میگاوات ما قریب کرده بودیم ما با امید بودیم که ما سال نو میبریم دیگه در یک ناحیه جلال‌الدین بلخی برای دزدی جای اون نفرات دیگر جا است فقط دزدی همین برقی که در ناحیه جلال‌الدین بلخی شده است 3 ناحیه را در مدت 1 ماه پور با برق تامین میکند 1 نفر در سابق شوروی اینقدر دولتی که اینقدر شماره نیروهای برقی بنیاد کرده باشه غیر تاجسان نیست سنگتوده 1 سنگتوده 2 نیروهای برقی سربند پوره از نو کرده قریب 40 میلیون حاضر هم دوام دارد قیراقم نارک از نو بازسازی شده است 750 میلیون دلار 7.5 میلیارد قریب 8 میلیارد سوم مونده راغم بنیاد شده است 2 تا اگریگاتش به استفاده داده شده نمیرسه نیمی همین را نداشتیم مردم هم باید دانند سرفکار باید باشد که در فصل زمستان خودی ما فرزندان ما اذیت نکشند من مجبور شدم چون قانون را قبول کردم پیش از همه قانون را پروکورور جنرالی از کارمندان وزارت انرژتیک سر کرده برق تاجیک شرکت‌های تقسیمات و فروش برق تاجیک خودشان شناس کنید خودی آنها را چون که به کارمندان برق تاجیک به متخصص به منطقه یگان سیم یگان ترانسفورماتور در یگان کوچه در یگان خانه پیوست نمی شود راه دیگر نیست هر یک سردار عائله را میخوانید قانون
امضاشو میگیرید نسخه‌شو میمونید نظارت میکنید تا 10 سال در دست قانون جا میگیرید و دیگر چی کدام کارخانه صنعتی که مانعگی میکند گیرید روبرش برده نزد قانون جا میگیرید نرخی که امروز دولت برای مردم معین کرده است نرخ استعمال قوه برق ارزان ترین در دنیا است این خیلی نرخ نیست خرج گرفته نیروگاه ساخته استیم این مبلغ چی خیلی برمیگردونیم مبلغی که امروز جمع میکنم معاش خود کارمندان ساحه برق تاجیک در نمیرسه تلفات نیروی برق در 3 ماه اول سال جاری بخصوص در شهر نایای رودکی 69%. 70%. چه رفت است این برق؟ کجا؟ حصار 51 وخش 36 دنگره 35 واسه 34 عبدالرحمانی جامی و احمدانی 33%. خوالین و کشانیان 32 شهرینو 31 لیوکند 30 وحدت و فرخان 29%. یوان و مومن آباد 28%. استروشن و خراسان 27%. پنج و فیض آباد 26% را تشکیل داده است که بلندترین در کشور به حساب می روند. از این در بلند است. در شهر نایای مذکور زمین ها توسط پایگاه آبکشی آبیاری کرده می شوند. ما حساب کردیم ما قریب 32-33 شهر نایاد ماشین های آبکشی یعنی نساس ها کار میکنن با قوه برق تلفات در همین جا زیاد است برای چی؟ این نه برای آنکه نساس کار میکند با برق در موسم گرمی شد بعد کار میکند همه تلفات بدبختی در سر همین نساس ها اهالی مبلغ هم میسپارد حالا هم که غیر نقدی نرفتیم ما در این سمت پول جمع میکنن از اهالی پول که جمع شد کجا برد این پول دولت دست بارد یا کیسش نه پیش از همه غمی کیسه را میخورد با سانسی آبکشی مصلحت یک میکنن 30-40-50 میلیون کیلووات ساعت میگیرن در نساس ها میرسه همین پول میگیرن اینشد در کیسه خودشان این را میرسان تلفات نیروی برق از اهالی تلفات تکنیکی اینا حساب شده افتان در کار حساب همین 35 تا نساس دیستانسی هست و چوچکار را میمونه پیشش را بگذار 2 نفر 70 نفر کارمندی میلیسا میشا میمونید نظارت کنن که چکار میکنن با و دیگر هرچی زودتر خط کردن در کار اون دوستایی که خانه به خانه میگردن پول جمع میکنن همه او را جواب دادن در کار غیر نقدی بانک ها دست بارن وقتی که نقد از اهالی جمع میکنن همه را میروند هدف دولت حکومت یگان راه برای دولت بدبختی ملت خود را نمیخواهد من شخصا این کار را نکردم من در ظرف فعالیتم زیاده از 160,000 را از گناه بخشیدم از محبس ها آزاد کردم این قانون را برای آن قبول کردم که ترتیبات شود مردم در فصل زمستان و سردی خنکی اذیت نکشد 80% اهالی در دهات زندگی میکنند 14 ساعت برق نمیگیرد گاز نداریم اقلا با برق هم میکنیم این چنین جمع آوری مبلغ استفاده نیروی برق 83.5% از جمله از حساب اهالی 89.9% اجرا گردیده است که قانع کننده نیست با مقصد پیشگیری کردن قانون ویرانکنی ها در نظام انرژتیکی مملکت برای ماندن نظارت جدی استفاده نیروی برق و کاملا از بین بردن تلفات غیر تکنیکی آن اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت مملکت تأسیس داده شده در قانونگذاری کشور برای استفاده غیر قانونی نیروی برق جوابگری جنایتی مشخص مقرر کرده شد وابسته به این اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی وزارت انرژتیک و ذخیره آب شرکت برق تاجیک شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق
و دیگر شرکت‌های ساحه، راهبران و مسئولان ولایت‌ها، شهرنایه‌ها و واسطه‌های اخبار عامه با جلب اهل زیار و فعالان جامعه ماهیت مقررات نو قانونگذاری را وابسته به جوابگری جنایتی و استفاده غیرقانونی نیروی بر به هر یک عائله کشور به طور وسیع و مشخص فهماند. این وظیفه جانی پروکورورها، امنیت، کارهای داخلی، نمایندگان شرکت‌های برقی تاجیک و دیگر راهبران شهرنایه‌ها. حالا 700,000 عائله را آگاه کرده، آگاهنامه و لایحه قرار دادند. اینا 1,000,000 و قریب 800,000 عائله هست. اینا تا آخرش تا همه فصل تابستان به انجام رسانیم. خواهیم که در فصل تیرماه و زمستان مردم باور تامین باشد. در برابر این فعالیت را جهت ثمرناک استفاده نمودن نیروی برق، صرفه آن و جمع‌آوری پوره مبلغ برق استفاده گردیده تقویت دهند. حاضرین محترم، سال جاری بحران‌های گلوبالی و منطقوی شدت گرفته، تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تجارتی، کنده شدن زنجیرهای استحصال انتقال محصولات، به نهایت یراقناک شوی با شتاب رفته ایستاده است. به نهایت من قریب 10 سال پیش در یکی از برآمدها گفته بودم که از نو تقسیم کنی دنیا شروع گردیده است. یراقناک شوی با شتاب و جنگ سرد در اوج اعلی است و بالای این همه تغییریابی اقلیم، گرمشوی، خشکسالی، کمبارشی، دیده ایستادیم ما شما شاهدیم که دیروز در ناحیه دنگره قریب 41-42 درجه گرمی بود. از سال گذشته در همین دوره 23-25 تا 27. بحث و نزاع‌ها وابسته به جاری نمودن بارش‌های گمرکی بین دولت‌ها، بالاروی نرخ مال و محصولات در بازارهای جهانی، بخصوص نرخ محصولات نیاز اول، اینچنین پیامدهای تغییریابی اقلیم ادامه می‌یابد. طبق ارزیابی کارشناسان سال 2025 در دنیا سال گرمترین در تاریخ مشاهده‌ها پیشگویی شده است. این گرمترین. یعنی تاکیدهای من بر آن است که اکنون در بسیار منطقه‌های جنوب جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها سر شدند، در دیگر جا در وی آمادگی است. آنها را مردم ما داند با اسرافکاری زیاده‌روی راه ندهند. این موقعی بود که یگان بدبختی کلانده آمدن نرسیم. این فهمانیدن مردم از جانب شما زیاده‌روی نکنند، اسرافکاری در راه ندهند، ذخیره مواد زساله غذایی داشته باشند، فکر فرزندان، فکر اهل خاندانشان کنند. یگان انسان را برای معرکه بزرگ کردگیش عنوان قهرمان ندادند. برعکس اینا شما فهمانده نتان کار. در یک جایی کمیته زنها، کمیته جوانها اساساً زیاده روی را در بسیار محلا کی میکند؟ با بانوها میکند. چون این عامل‌ها باعث مشکل شدن تأمینات اهالی جهان با آذوقه‌واری گردیده ایستاده‌اند. روندهای مذکور با کشور ما نیز بی تأثیر نیستند و ما باید برای پیشگیری کردن عاقبت‌های منفی آنها همه‌طرفه آماده باشیم. نترسیده، نه هراسیده، امکانیت هست، آب داریم، زمین داریم. کیش کرده 2، 3، 4 حاصل گرفتن ممکن. ما دیدیم در یک قطعه زمین علاقه کشت دویم برآمده است. کشت دویم پیازی تیرماهی کشت شده، سبزی دست برآمده است. ما باید برای حفظ امنیت آذوقه‌واری در کشور تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده جهت کم کردن وابستگی بازار استعماری
از مال و محصولات وارداتی از همه امکانات و ذخیره‌های موجوده پرره و ثمرانات استفاده نماییم. در این جهت ساختار و مقامات دخلدار، صاحبکاران و راهبران خواجگی‌های دهقانی و کل شهروندان مملکت وظیفه دارند که استفاده ثمراناک و صرفه‌کارانه آب و زمین، خصوصا زمین‌های نزد اولگی و پرزیدنتی وسیع و حتما برای ماندن کشتی تکراری را تأمین نمایند. اینچنین ساختار و مقامات مربوطه را ضرور است که دایر به جاری نمودن تکنولوژی‌های کم مصرفی آبیاری، حفظ زراعت‌ها از کسری و حشرات ضرررسان، رشد ساحه تخمی پروری، حل مسائل اکولوژی و پیشبرد تحقیقات علمی در این سمت تا تدبیرهای مشخص اندیش. بار دیگر تاکید می‌نمایم که تنها با سعی و تلاش هر یک ساکن مملکت و در نوبت اول راهبران و کارمندان ساحه کشاورزی، خواجگی‌های دهقانی و استفاده ثمراناک و عاقلانه ذخیره‌های خودی ما می‌توانیم با یکی از هدف‌های استراتژی ملی یعنی حفظ امنیت غذاخواری، دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم کشور نائل گردیم. برای تأمین نمودن فراوانی بازار استعمالی داخلی با محصولات نیاز اول، تشکیل کردن ذخیره‌های کافی آن از جمله در هر یک عائله، راه ندادن به اسرافکاری و خراجات بزیاد و رعایت حتمی قاعده‌های صرفه سرشته‌کاری، هر یک راهبر، شخص مسئول و هر یک شهروند باید مناسبت جدی و مسئولیت بلند ظاهر نمایند. در این روند به تشکیل فعالیت منتظمی همه ساحه‌های اقتصاد ملی با مرام ادامه دادن نقشه‌های سازندگی و بنیادکاری، تأسیس جایهای نوی کاری، جلب هرچه بیشتری سرمایه وطنی و خارجی، استفاده ثمراناک منبع‌های موجوده، دریافت سرچشمه‌های علاوه‌ای رشد و دیگر تدبیرها باید اعتباری اولین درجه و دائمی داده شود. در زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت مملکت در ساحه کشاورزی 23 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی مبلغ 5.8 میلیارد سومانی تطبیق شده است. حالا باز 8 لایحه سرمایه‌گذاری با مبلغ 3.9 میلیارد سومانی عملی گردیده ایستاده است. همزمان با این برای رشد بخش‌های مختلف ساحه کشاورزی 8 برنامه دولتی قبول و مورد عمل قرار دارد که تطبیق سریع آنها یکی از وظیفه‌های اولین درجه مسئولین ساحه میباشد. در 4 ماه اول سال 2025 در کشور با مبلغ 6 میلیارد و 94 میلیون سومانی محصولات کشاورزی استحصال گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 7.7% زیاد می باشد. ولی نشان دهنده مذکور با در نظر داشت هدف‌های گذاشته شده استراتژی و امکانات‌های کشور هنوز کافی نیست. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که با وجود تأمین گردیدن رشد ساحه نه همه شهرنایا امکانات‌های موجوده را ثمراناک استفاده کردند که این باعث کاهش یابی استحصال بعضی نمودهای محصولات کشاورزی گردیده است. از جمله استحصال گوشت و تخم پرنده در یک قطار شهرنایه‌های کشور کاهش یافته است. در 4 ماه اول سال جاری استحصال گوشت پرنده در ولایت ختلان 7%، از جمله در شهر نایه‌های یاوان 61، کلاه 58، ناصر خسرو 54، واسع 47، عبدالرحمن جامی 15، مومن آباد و کشانیان 11% کاهش یافتند. در ولایت سوخت استحصال گوشت پرنده در شهر نایه‌های دیوار 65%، عینی 44، خوجند 39، کانیبادام 30، زفرآباد 10، استرافشان 6 و گلستان 2%. اینچنین
در شهر نویای حصار 46%، فیض‌آباد 14% و وحدت 8% کم گردیده است. اینچنین استحصال تخم در ولایت کاتلان 3%، از جمله در شهر نویای فرخار 47%، کلاه 22%، یوان 7% و لیوکان 4% کم شده است. در ولایت سوق استحصال تخم در شهر نویای کوهستانی مسجد 80%، عینی 77%، کاریبادان 58%، بستان 41%، مسجد 27%، پنجکین 24%، ظفرآباد و شهرستان 8% و دیوشتیج 6%. اینچنین در شهر ترسانزاده 70% و ناحیه رودکی 18% کم گردیده است. صاحبکارها خاطر در یکجایی کار کردن در کار که طرز استحصال پیهم باشد که بازار خالی نماند. خالی ماند واکوم دیگرها استفاده میکنند، یعنی واردات زیاد میشه. بلندبرداشتن حاصلناکی محصولات کشاورزی از استفاده ثمرناک ذخیره‌های زمین و آب وابستگی دارد. قریب 60% زمین‌های کارمی آبی توسط پایگاه‌های آبکشی آبیاری شده، از فعالیت بازماندن آنها خیلی تشویش آور می‌باشد. زمین آب دایره‌ها را استفاده برین. ما همگی آبی که در داخل کشور تشکل می‌یابد همگی 5% استفاده می‌بریم. استفاده برین، زمین داریم، کوشش کنید هر سال 10 گکتار 5 گکتار اگر امکانیت باشد تا 40-50 گکتار زمین انبار کرده برارتان به هر راه و واسطه از آب ثمرناک استفاده برین. از پایان آب کشورها میلیون ها تانه از آب ما شما محصول استحصال کرده صادرات کرده ایستادند، مردمشان را تامین کرده ایستادند. من تلاشجویی را اجازه دادم که گیرید، میخواهید سپارید نمیخواهید کاری خودتان، لیکن گیرین، از همین دایره گیرین. میلیون ها سال برده ایستاده است. این از قابلیت تشکیلاتچی رئیسای شهر نویا وابستگی دارد. چگونه مردم رو قطعی کار میکنیم و سفربر میکنیم. این هم جای کاری. حالا در کشور 56 پایگاه آبکشی از جمله در ولایت‌های کاتلان 18، سوق 16 و شهر نویای تابع جمهوری 22 پایگاه فعالیت ندارد که در نتیجه بیش از 12,000 گکتار زمین کشاورزی به آب مانده است. 12,000 گکتار زمین، 12,000 جای کاری. یک نفری با یک گکتار حساب کنیم. اگر این وظیفه شما تا 35 سالگی پره کجا میکنی؟ سرمایه میوی خالی زاده بینیتان چوبای آبکشی پره بکار شروع کن. چون این وضعیت از رهبریت اگنتی بهداشت زمین و آبیاری، وزارت کشاورزی، دیگر وزارت اداره داخلدار و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی اندیشیدن چاره‌های فوری را تقاضا می‌نماید. ساختارهای ذکر شده وظیفه‌دار کرده می‌شوند که از نتیجه کارهای انجام داده شده در جنبه 3 سال با حکومت مملکت حسابات مشخص منظور نمایند. از جانب دیگر در ناحیه‌های درواز، لخش، اشکاشیم، راشقاله، جیهون، قبادیان، دیوشیج و شهرستان عملی سازی نقشه برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای سال‌های 2022 و 27 تامین نگردیده است. بنابراین اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نویا را ضرور است که برای سریع وقت عملی نمودن برنامه‌های ساحوی و پیشگیری حالت‌های شورشوی، ایرازیا، زیاد شدن زمین‌های پرتو از گردش کشاورزی بیرون ماندن آنها، اینچنین از خود کردن زمین‌های نو و با اصول آبیاری قطرگی زیاد نمودن مساحت زمین‌های کشت تدبیرهای ادامه گیرنده شد. فراموش نباید کرد که زمین منبع استحصال محصولات، فراوانی، ارزان شدن نرخ مواد غذایی، اینچنین جای کار برای مردم میباشد. هرچند که به حالت 12 می در کشور
در میدان 415,000 گکتار یا 94% دورنما کشتی بهاری انجام داده شده است، ولی اجرای دورنمای کشتی کارتوشکا همگی 73% و سبزوات 91% را تشکیل می‌دهد. از جمله کشتی کارتوشکا در ولایت خطلان ناحیه‌های خوالینگ 25%، مومناباد 40%، شمسین شاهین 42%، بالجوان 66% و شهری توس 90% دورنما را تشکیل داده است. کشتی کارتوشکا در ولایت سوخ در شهر ناحیه‌های پنجکن 47 و استرافشان 82% نقشه دورنما را در بر می‌گیرد. چنین حالت در اکثر شهر ناحیه‌های تابع جمهوری نیز به نظر می‌رسد. اجرای دورنمای کشتی کارتوشکا در شهر ناحیه‌های فیض‌آباد 41%، ورزا 50%، حصار 63%، ترسوزاده و شهر نو 74%، رودکی 78% و وحدت 91% را تشکیل داده است. اینچنین طبق معلومات فوری در مساحت 181,000 گکتار کشتی پخته گذرانیده شده است که 97% دورنمای پیش‌بینی گردیده می‌باشد. در این دوره قفامانی کشتی پخته در شهر ناحیه‌های ولایت سوخ از جمله ظفرآباد، مسجد، کانیبادام، جبار رسول و در شهر وحدت به نظر می‌رسد که تکرار شوی کمبودی‌های سال سپری گردیده در سمت تامین دورنمای کشت و استحصال پخته از احتمال دور نیست. جهت برطرف کردن کمبودی‌ها در این جهت اجرای سپارش‌های از جانب رهبر دولت داده شده دایر بر رشد ساحه پخته‌کاری و کارکرد میوه‌های پخته تا محصولات نهایی دارای ارزش بلند اعلام شده از جانب رهبران وزارت اداره‌ها و رئیسان ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها باید قطعی تأمین کرده شوند. همزمان با این رهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها یکجا با خواجگی‌های کشاورزی جهت اجرای دورنمای کشتی زراعت‌ها خصوصاً پخته، کارتوشکا و غله‌دانگی‌ها و لوبیاگی‌ها، کشتی تکراری و بلند برداشتن حاصلات زراعت‌ها چاره‌های ضروری اندیشیده رشد منتظم استحصال محصولات کشاورزی و افزایش صادرات محصولات را تأمین نماید. وزارت کشاورزی رهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها جهت پوره به انجام رسانیدن کشتی بهاری زراعت‌ها، اجرای نقشه کشتی تکراری و گرفتن دوسیه حاصل تدبیرهای مؤثر اندیشید. مسئله تأمین نمودن خواجگی‌ها با تخمی اعلی صفت کارتوشکا و سبزوات و دیگر نمود زراعت‌ها اینچنین نوری‌های معدنی زیر نظارت قطعی قرار دهد. همچنین ضرور است که برای سری وقت و بی‌طرف جمع‌آوری نمودن حاصل غله‌دانه چاره‌جویی کرده کشتی تکراری بیشتر از حساب کارتوشکا، شالی، مکدون و لوبیاگی‌ها وسیع برای مانده شود. نه مثل حال است همه سال بیشتر 50% زمین‌ها خوراک چارواک کشاورزی گفته هیچی بالا نیست، اخباراتی بر دروغ است. زمان دیده کار رفتار کردن نکن. سال 2024 در میدان نزدیک به 180,000 گکتار 31% زمین‌های آبی کشتی تکراری زراعت‌ها گذرانده شده است. من نامبر نمی‌کنم کدام نمود زراعت‌ها اینا شما میدانید خوبتر جنبش سال اشتراک داشتید. وزارت کشاورزی، کمیته دولتی اداره زمین و گردشی، اگنتی آمار و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها وظیفه دارند که به حسابگیری درست نشاندهنده‌های ساحه و اعتبار ناکی معلومات آماری را تأمین نمایند. پیدایش و پهن‌شوی حشرات ضرررسان یکی از مشکلات سالهای اخیر در ساحه کشاورزی مملکت میباشد. سال جاری این حالت بیشتر در زمین‌های چراگاه‌های ناحیه دغره، واسه و وحش و خی گرفته شده است. چاره‌ای که از جانب ساختارهای داخلی وزارت کشاورزی برای پیشگیری پیدایش و پهن‌شوی حشرات اندیشیده می‌شوند کفایه و ثمرآلود نیستند. برای چی ملخ نیست نشود؟ زمین‌ها خاک شده آماده ایستادن برای چی؟ مبلغ نباشد گویی مبلغ نیست، تکنیک نباشد گویی تکنیک نیست.
برای آن نیست نمیشود که زهرخیمیکات در آنجا استفاده نمیگردد. آبی خالی بزنند، فریب میکنند و کار کنید. عیب است برای ما شما. و طلب میکنید گوشت نیست، سرشمار چاروا کم شد. کجا برای چاروا دار؟ دیده برای نزخوزید نیست کردن در کار است. در برابر زمین استفاده برندگان با مسئله پیشگیری کردن میدان حشرات ضرررسان به توجهی ظاهر میکنند. وابسته به این وزارت کشاورزی، مؤسسه دولتی محافظت رسانی‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها ضرور است که برای تقویت فعالیت ستادهای ولایتی و ناحیوی اینچنین جلب بیشتر خواجگی‌های کشاورزی و استفاده برندگان چراگاه‌ها در سمت مبارزه با حشرات ضرررسان همه جانبه چاره‌جویی نماید. اینچنین ضرور است که در این سمت به سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین‌المللی همکاری سودمند براه مانده شود. برابر مؤسسه دولتی محافظت رسانی‌ها احمد دلشاد در حالتی بعد از نامدن نتیجه‌های سودمند فعالیت نسبت به رهبران مؤسسه‌های حسابداری کرده می‌شود. خلاصه برآوری هرچند در کشور برای رشد ساحه زنبوری عسل پروری شرایط مساعد موجود است، ولی استحصال و صادرات عسل حالا هم با امکانات‌های موجوده مطابق نیست. در سال 2024 4,800 تن عسل استحصال گردیده نسبت به سال قبلی تنها 4% زیاد شده است که صادرات آن همگی 2,000 تن را تشکیل داده است. به حالت 1 اپریل سال 2025 در همه شکل‌های خواجگی‌داری 285,000 عائله زنبور عسل پرورش یافته ایستاده است که نسبت به همین دوره سال 24 همگی 5.6% زیاد میباشد. با در نظر داشته اقلیم و طبیعت مساعد امکانی در یک سال تا به 600,000 رسانیدن عائله زنبور عسل و استحصال تا 14,000 تن عسل در کشور موجود است. باید گفت که تجربه وضع زنبور پروران کشور عبرت آموز است. از جمله یک زنبور پرور در شهر خوجند است، حبیب آچیلبای، 1,000 عائله زنبور عسل دارد تا 30 تن عسل میگیرد در سال. خاطر است آن میسازم که ضمن سفر کاری به ناحیه خاولینگ ولایت خرطوم 20 ایون سال 23 وابسته و زیاد نمودن عائله زنبور عسل و صادرات عسل به مسئولین ساحه سپارش‌های داخل داده شده بود که اجرای آنها اندیشیدن چاره‌های اضافه‌ای را تقاضا می‌نماید. همین ساحه ما مبلغ‌ها جدا می‌کنیم، لیکن نتیجه دلخواه ندارد. 4,800 تن عسل استحصال کرده گفته اچول میتیم. این درست نیست. 1 کیلو عسل در بازار چند؟ اگر 4,800 قریب 5,000 تن از شکر در عسل در بازار ما ارزان میشه. با طلبات جوابگو نیست. نه استحصال، نه زیاد کردن عائله زنبور عسل و نه صادرات. وقتش گفتن که در دیگر شهر ناحیه مملکت کارتوشکا نمیشود. غیر دیوشتیچ، وادی رشت دیگر جادا نمیشود. لیکن امروز کارتوشکا شدیست که برای استعمال علاقه بازار در کارتوشکای نو برآمد میشود زیادی بر زیاد. هم جای کار، هم سلامتی مردم، هم محصولات صادراتی. این همین سودا میتوانید با همین را 1 برابر دیگر زیاد کنید. از هر یک عائله زنبور 1 عائله گرفتن ممکن. 1 عائله میشود زیاد. نکن 2 سال 3 سال نقشه گیر زیاد کن. تجربه دیگر دولت‌ها را هم آموختن نکن. عیب است از بیرون با ما عسل وارد شده است. کدام نفری که با زنبور عسل پروری مشغول است عمری با برکت می‌بیند، عمری دراز می‌بیند. هرچند که در کشور با مقصد دستگیری ساحه پیله پروری یک قطار امتیازهای اندازی
پیشبینی شدند، اما این 3 سال پیش سال به سال کاهش یافته. در سال 2024 همگی 362 تانه را تشکیل داده است که 50% نشان دهنده سال 2014 برابر می باشد. در برابر اجرای نشان دهنده برنامه رشد ساحه کرمک پروری و کارکرد پیله برای سالهای 2020-2024 از جانب وزارت ادارای مسئول و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایا تامین نگردیده. سالهای آخر طلبات اهالی مملکت با لباس‌های ملی و متاعهای در کشور استحصال شونده تا زیاد شده ایستاده است و این روند صنعتچیان و کشاورزان مملکت را وادار می‌کند که با زیاد نمودن استحصال اشیاء خام و کارکرد پروری آن در داخل مملکت توجه خاصه ظاهر نماید. همچنین در بازار جهانی طلبات و متاع و ریسمان ابریشمی طبیعی علاخصوص متاع از نخی طبیعی استحصال شده تا افزوده ایستاده است. در این زمینه رشد ساحه کرمک پروری و زیاد نمودن حجم استحصال پیله میتواند با تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت نموده و یکی از سرچشمه‌های خوبی درآمد عائلوی تبدیل یابد. در تمام دنیا تمام کشورهای پیشرفته یگانه ساحه‌ای هست که مردمش با جای کار تامین میکنه، این ساحه کشاورزی است، اگراری. بنابراین با وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی‌های نو و کشاورزی سپارش داده می‌شود که یک جا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایا اینچنین در همکاری با کارخانه‌های ساحه مکانیزم هوسمندگردانی استحصال پیله و برای ماندن تولیدات مال و محصولات نهایی دارای ارزش بلند الغا شده را تهیه و جاری نماید. فعالیت غیر قانونبخش خواجگی‌های مخصوص تخمی پروری، ذات پروری، نیال پروری و رستنی پروری دیگر مسئله تشویش آور می باشد که به ساحه‌های کشاورزی تأثیری بی‌واسطه دارد. سنجش‌های پرکراری نشان می‌دهند که خواجگی‌های مذکور در اصل و پرورش و استحصال تخمی یا نگهبانی چاره‌های ذاتی مشغول نیستند. از 128 خواجگی تخمی پروری 14 خواجگی تماما فعالیت نمی‌کند و یک قسم خواجگی‌ها فعالیت غیر مقصدآمد دارند. خواجگی‌های ذکر شده با مؤسسه‌های علمی و عالمانی ساحه همکاری ندارند و دارای قطعه‌های تخمی پروری ابتدایی و پرورشگاه‌ها نیستند. اینچنین زمینه مادی و تکنیکی آنها کاسته گردیده زمین‌های در اختیار داشته اشان را با دیگر استفاده برندگان با اجاره دادند. این در حالی است که در کشور تأمینات خواجگی‌ها با تخمی ریپرودوکسیونی کارتوشکا همگی 57% و چگید 73% را تشکیل می‌دهد و گواهی در سطح ضروری تأمین نگردیدن اجرای برنامه رشد ساحه تخمی پروری میباشد. سال 2024 با کشور بیش از 51,000 تانه تنها چگید و کارتوشکای تخمی با مبلغ عمومی 111 میلیون سومانی وارد شده است. بعضا هم خواجگی عموما وجود ندارند. موافق قانون‌های عمل کننده امروزه رئیسای شهر نایا یگان حقوق ندارند. بیشتر زمین‌های بهترین گرفتگی اینا خود خواجگی نیست. تخمی پرور زمین‌ها را با کسی خاص است. زمین‌های بهترین وقتی سویتی داد تقسیم شدگی بود، با اجاره البته با پول دادگی است، حتی اداره‌هاشان فروختگی است، لیکن اون زمین‌ها ده رهبران شهر نایا یگان حقوق ندارند. در اساس قراری حکومت دستور عملی که هست کی را پرسیم؟ وزیر را پرسیم، رئیس ناحیه را پرسیم، رئیس ولایت را پرسیم، کی را؟ یعنی قانون‌هایی که سال 16 قبول شده است، قریب 10 سال 15 سال پیش درباره
хоҷагиҳои деҳқонӣ вай додагием ин камтар кори роҳбарони ҳокимиятҳои маҳаллиро фалаш мекунад. мо аз нав бозбинӣ кардаме. ино аз анами истифода мебаранд. ягон кас ҳисобот намедиҳад. ҳаминора кадомеш ки имконияти зироатпарварӣ замини зиёд додан дар кор нест ки ӯда кардан наметавонанд. замина пажӯҳишгоҳда барои он метавонанд ё хоҷагиҳои зотпарварӣ ё хоҷагиҳои гайда ба ҳамон дараҷае ки нишон метиҳанд ва реализатсия мекунанд. бинед чандта мешавад, чандта мемонад, дар куҷо мемонад. хоҷагиҳои деҳқоние ки дар асл баъзаи моддии техникӣ дорад, деҳқонони асил ҳастанд. замино нигоҳ карда расанипарварӣ бошад, бо онҳо шартномаи ҳуқуқӣ дуруст кардан дар кор барои тухмипарварӣ. албатта дар инҷа имтиёз вай додан дар кору, лекин аз он ҳуқуқи вай қатъӣ истеҳсолаша пурра гирифта тақсимот кардан дар кор, яъне барои истеъмол не барои тухмипарварӣ 100%. олимо кор карда мондакор ҳамон бо дар назар доштем афзоиши аҳолӣ боғҳои кӯҳнаро коркар кунетон бо роҳи интенсивӣ, як бора не, оҳиста оҳиста бо роҳи интенсивӣ. ҳамин сол мешнонӣ, ҳамин сол ҳосил намедорад. мо 5 сол нигоҳш мекунем. нашботӣ дар водии рашт мешавад ку 7 сол 6 сол нигоҳ мекунем, ба ҳосил намедорад. дар заминҳои бобогии қадимаи мои шумо гектара нигоҳ замина чӣ хел истреф корӣ мекунем 450 дона сев як гектарда. илова бар ин аз 80 хоҷагии зотпарварӣ 19 хоҷагӣ ба парвариши чорвои зотӣ машғул нест ва хоҷагиҳои мазкур талаботи аҳолӣ ва хоҷагиҳои кишоварзии кишварро бо чораҳои хушдод барои такрор истеҳсолкунӣ пурра қонеъ карда наметавонад. таври азсанҷишҳо бармеояд дар фаъолияти хоҷагиҳои тухмипарварӣ, зотпарварӣ ва ниҳолпарварӣ камбудиҳои ҷиддӣ аз ҷумла тақсимоти ғайриқонунии заминҳо барои сохтмони хонаҳои иstiqomatӣ, фурӯши биноҳо ва иншооти хоҷагиҳо, фурӯши чорвои зотӣ, азхудкунии маблағҳо ва пешниҳоди ҳисоботи бар дурӯғ ба назар мерасад. ба вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзӣ супориш дода мешавад ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои марбута ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳрноҳиҳо камбудиҳои дар ин самт ҷойдоштаро пурра бартараф карда иҷрои нақшаву барномаҳои пешбинишударо таъмин созанд. зарур аст ки фаъолияти дурусту самараноки хоҷагиҳои тухмипарварӣ, зотпарварӣ, ниҳолпарварӣ ва растанипарвариро ҳатман таъмин карда вобастагии хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат аз тухмӣ, ниҳол, чорво ва паррандаи хушзоди воридотӣ коҳиш дода шавад. сохтору мақомоти зикршуда вазифадор карда мешавад ки аз натиҷаи иҷрои супоришҳои мазкур ба ҳукумати мамлакат гузориш пешниҳод намоянд. дар моҳи апрели соли 25 аз кишвар 46 000 тонна меваи сабзавот ба маблағи 163 миллион сомонӣ صادرات کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته از روی حجم 15% افزایش یافت. در برابر این صادرات پیاز 2,600 تن یا 36% کم گردیده است. در جمع‌آوری پیاز سراسیمه شدن در کار من دیدم پخته رسد سراسیمه نشوند پیاز خاک کنند مانند امروز داره پگه میرود. در وقت جمع‌آوری مردم فهموندن در کار پیاز حاضر عین کارش است کار کرده است وزن میگیرد وزنگیری صفتش نصب میشه. هر یک میوه و سبزیجات وقت ساعت دقیقش دارد اگر تا نرسد وای لذت پیدا نمیکند. بار دیگر تاکید می‌نمایم که ولایت خرطوم اقتدار بزرگی صادرات میوه و سبزیجات بخصوص میوه و سبزیجات بروقتی را دارد اما استفاده پوره این امکانیت‌ها هنوز برای مانده نشده است. ضرور است که کارها آید به بنیاد دو مرکزی агрологистикӣ дар ноҳияҳои Данғара ва Ҷалолиддини Балхӣ ба нақша гирифта шуда барои васеъ намудани иқтидори содиротӣ бояд тақвият дода шаванд. ҳамчунин
агентии содирот, хадамоти гумрук, корхонаи воҳиди давлатӣ роҳи оҳани Тоҷикистон, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда мешаванд, ки ташкили содироти мева ва сабзавоти барвақтиро баромонда бо таъсис додани ситоҳати корӣ фаъолиятро дар ин самт ҷоноб намоянд. ҳозирини муҳтарам, ҳукумати мамлакат дар шароити кунунӣ ба сиёсати иҷтимоӣ афзалият дода ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои гузошташуда дар ин самт тадбирҳои зарурӣ меандешад. ҳаҷми маблағзорӣ аз бюҷети давлатӣ ба ноҳияи моориф сол ба сол афзуда аз 260 миллион сомонӣ соли 2005 то 2,9 миллиард сомонӣ дар соли 2025 расонида шуд. яъне дар 20 соли охир маблағзории соҳа 42 баробар зиёд гардидааст. илова бар ин, дар даврони соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи маориф 29 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 3,8 миллиард сомонӣ татбиқ шудааст. ҳоло дар кишвар боз 11 лоиҳаи дигар ба маблағи 4,4 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст. бо вуҷуди он ки дар доираи тадбирҳои амалӣ гардида вазъи муассисаҳои таълимии кишвар мунтазам беҳтар шуда истодааст, як қатор масъалаҳо аз ҷумла сатҳи паст қарор доштани фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ ва дар сатҳи зарурӣ ҷалб нагардидани соҳибкорону сармоягузорон барои бунёди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ ҷой доранд. ҳолати мазкур қобилияти сусти ташкилотшугии роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро нишон дид. бинобар ин дар паёми роҳбари давлат ба роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар супориш дода шуда буд, ки дар давоми 5 соли оянда дар ҳар як маҳаллаи зиёда аз 100 оила дошта ҳатман як муассисаи томактабӣ бунёд намоянд. тибқи нақша соли 2025 бояд 168 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода то муҳлати муқаррар шуда бунёди боз зиёда аз 800 чунин иншоот барои фарогирии 50% кӯдакони сину соли томактабӣ таъмин карда шуд. инчунин тибқи супориши дар паёми роҳбари давлат гузошта шуда дар 5 соли оянда дар кишвар бояд беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумӣ сохта ба истифода дода шуд. тибқи нақша соли ҷорӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бояд 32 муассисаи томактабӣ, вилоятҳои Суғд 40, Хатлон 59 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 37 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода шавад. ҳоло дар кишвар сохтмони ҳамагӣ 78 чунин муассиса идома дорад, ки ба нишондиҳандаи пешбинишудаи соли ҷорӣ мутобиқ нест. ҳамзамон бо ин дар кишвар масъалаҳои дар ҳолати садамавӣ қарор доштани бинои 254 муассисаи таълимӣ ба таъмирталаб будани бинои 351 муассиса дар 3 баҳс фаъолият намудани 43 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва нарасидани кадрҳои омӯзгорӣ ҳанӯз ҳалталаб боқӣ мондааст. ҳоло дар вилояти Қатон бинои 66 муассисаи таҳсилоти умумӣ, вилояти Суғд 55, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 70 ва дар шаҳр ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 63 муассисаи таълимӣ дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. чунин ҳолат бояд боиси ташвиши ҷиддии роҳбарияти вазорати маориф ва ин ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бошад. мавҷудияти чунин мушкилот дар ҳолест, ки мо 2 маротиба ба хотири таҷдиди сазовори ҷашни 30 ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ нақшаи чорабиниҳо таҳия намуда дастур дода будем, ки навбати аввал бунёду таъмир ва барқарорсозии иншооти соҳаи иҷтимоӣ пеш аз ҳама соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир карда шуд. дар кишвар норасоии шумораи омӯзгорон 3848 нафарро ташкил медиҳад, ки метавонад пурра аз ҳисоби хатмкунандагони равияи омӯзгории муассисаҳои
تحصیلات عالی کسبی در سال 2025 حال خود را یابد. سال 2025 در نظر است که بیش از 13,000 نفر دانشجویان رویه آموزگاری مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را ختم کرد. از این رو رهبران وزارت معارف و علم و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایه‌های کشور اجرای سپارش‌هایی را که از پیام رهبر دولت برمی‌آیند سریع وقت و با صفت بلند تأمین نمایند. اینچنین رهبران ولایت‌ها، شهر نایه‌ها و وزارت معارف و علم را ضرور است که جهت اصلاح سریع وقتی کمبودی‌های موجوده، اینچنین برای بنیاد نمودن مؤسسه‌های تا مکتبی و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی چاره‌های مشخص انداز شد. با مقصد تأمین رشد همه‌جانبه ساحه معارف کشور یک کنسپسیا، 3 استراتژی و 8 برنامه قبول گردیده مورد اجرا قرار دارد. تحلیل نشان می‌دهد که وضع اجرای برنامه‌های قبول گردیده در سطح ولایت‌ها و شهر نایه‌ها با طلبات جوابگو است. از جمله وضع اجرای برنامه تأمین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2021 و 2025 نشان می‌دهد که از مجموع آزمایشگاه‌ها و کابینت‌های فنی خریداری شده همگی 45.5% عیانیت و تجهیزات دسترسی مؤسسه‌های تعلیمی گردیده است که در مقایسه با مبلغ‌های زیادی در این سمت خرج گردیده نگران کننده میباشد. در گزارشی که وزارت معارف و علم به دستگاه اجرایی پرزیدنتی پیشنهاد کرده است، از خودکنی مبلغ برنامه 162% گفته شده است، اما از مجموع آزمایشگاه‌ها و کابینت‌های فنی خریدار شده همگی 45.5% عیانیت و تجهیزات دسترسی مؤسسه‌های تعلیمی گردیده است. وضع اجرای برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی خصوصی برای سال‌های 2022 و 27 نیز تشویش آور میباشد. طبق طلبات برنامه مذکور در سال‌های 22 و 24 باید 124 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و میانه خصوصی ساخته میشد. اما در این دوره 68 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و 56 مؤسسه تحصیلات عمومی خصوصی ساخته شده است که 46% اجرای برنامه مذکور را تشکیل می‌دهد. اجرای برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادها برای سال‌های 21 و 25 نیز از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایه‌ها تشویش آور بوده. اجرای هدف‌هایی که باید از جانب آنها عملی می‌گردید همگی 37% را تشکیل می‌دهد. بنابراین وزارت معارف و علم وظیفه‌دار کرده می‌شود که در همکاری با وزارت مالیه و مقامات اجرایی محلی و حاکمیت دولتی کمبودی‌ها را در سمت عملی سازی برنامه‌های ساحوی در مهلت‌های کوتاه‌ترین برطرف کرده جهت مبلغ‌زایی سریع وقتی و تأمین نمودن اجرای نقشه چاره‌بینی‌های برنامه‌ها چاره‌جویی نماید. حاضرین گرامی، در ساحه تندرستی گرچند که سال تا سال مبلغ‌زایی ساحه افزوده ایستاده است، اما مسائل حل طلب تا حال جای دارد. در مقیاس کشور 103 مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری تعمیر طلب بوده. از آن 35 مؤسسه با ولایت ختلان، 27 با ولایت مختار کوهستان بدخشان، 26 با ولایت سوخت و 15 مؤسسه و شهر نایه‌های تابع جمهوری راست می‌آید. چون این حالت اندیشیدن تدبیرهای تأخیر ناپذیر را تقاضا می‌نماید. با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می‌شود که در خصوص به طلبات معاصر جوابگو بودن مؤسسه‌های طبی، تأمین آنها با تجهیزات زمانوی و تعمیر و ترمیم انشاءات تندرستی تمام چاره‌های ضروری را عملی کرده کمبودی‌های ساحه را تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی
برطرف نماید. واحدهای کاری خالی طبیبان در اول سال 2025 1752 جای را تشکیل می‌دهد که تشویش آور می‌باشد. شماره بیشتر واحدهای خالی طبیبان با ولایت ختلان 598 جای، قریب 600 جای، ولایت سوق 445 و شهر نایای تابع جمهوری 342 جای راست می‌آید. سال جاری در نظر است که مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را 2900 نفر با اختصاص طبیب ختم می‌نمایند و از این حساب مسئله نارسایی طبیبان را در شهر نایای کشور پورا حل کردن ممکن است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایاها از جمله ولایت ختلان را ضرور است که جریان تطبیق سنت‌های برنامه‌ای ساحه را تأمین نموده برای باز هم بهتر کردن خدمت رسانی طبی به اهالی و برطرف نمودن نارسایی طبیبان در مؤسسه‌های تندرستی و دیگر کمبودی‌های جای داشته فوراً چاره‌جویی نماید. حاضرین گرامی، به حالت یکم می سال 2025 در دایره نقشه چهاربینی با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در مملکت از 29,000 انشاءات به نقشه گرفته شده بیش از 20,200 انشاءات بنیاد گردیده است که 70% نقشه را تشکیل می‌دهد. با در نظر داشت آنکه تا جشن کمی زیادتر از 1 سال وقت مانده است، در بعضی شهر نایای کشور اجرای نقشه چهاربینی قانع کننده نیست. از جمله اجرای نقشه در ولایت ختلان شهر نایای کلاب و یاوان همگی 50%، شمس‌الدین شاهین 54، جیهون 55، پنج 57، بلجوان 60، نارک 61 و شهریتوز 63% و ولایت مختار کوهستان بدخشان نایای مرغاب 59%، درواز 64، ونج 66، اشکاشیم 67 و راشقاله 69% تأمین شده است. اجرای نقشه در ولایت سوق شهر نایای کوهستان مچا 51%، استقلال 61، گلستان و شهرستان 66%، پنجکین 67% و در نایای تابع جمهوری حصار 49%، ورزا 50%، لخش 52%، راغون و وحدت 54%، سنگوار 55%، رودکی 57%، شهرینو 62% و ترسوزاده 63% را تشکیل می‌دهد. چون این حالت اجرای نقشه چهاربینی‌ها قانع کننده نبوده، از رهبران ولایت‌ها، شهر نایاها و نمایندگان ساختارهای مرکزی و شهر نایاها وابسته شده مسئولیت بلند و تقویت جدی کارها را طلب می‌نماید. همزمان با این با قناعتمندی می‌توان گفت که در یک قطار شهر نایاهای کشور در سمت عملی سازی کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی پیشروی‌های نظررس دیده می‌شود. از جمله در ناحیه دنغره اجرای نقشه با در نظر داشتی 460 انشاءات علاوگی تأمین گردیده، در دایره آن 27 مکتب، 3 کودکستان، 2 بیمارخانه، 4 مرکز سلامتی، 7 بنگاه طبی، 3 تولدخانه، 18 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی با تأسیس بیش از 1,500 جایهای نویکاری، 29 مرکز خدمت رسانی، 3 باغ فرهنگ فراغت و 11 پل ساخته به استفاده داده شده، 77 کیلومتر راه‌ها منفرش و 133 کیلومتر سنگفرش کرده شدند. حالا باز 60 انشاءات دیگر بنیاد گردیده ایستاده است که سال جاری به استفاده داده می شود. مبلغ تا امروز برای آبادی ها صرف شده 2.3 میلیارد سومانی را تشکیل کرده است که 628 میلیون سومانی آن برای بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و
دیگر انشاءات اجتماعی خراجات گردیده است. من چی گفتنی؟ یک دنگره نه. من نایه اشرا بودم در دیگر شهر نایه رفتم. آنجایی که راه قابلیت تشکیلاتچگی دارن کردن کرده ایستادن. من دیدم نایه اشرا یک دیگه جماعت دیگه است در آنجا سمینار گذرانده مثل اروپا است. هیچ فرق ندارد. و جایهای کاری که کردن در جای خالی در زمینهای پرتو در زمینهای شور خوابیده که 10 ساله پرتافتگی بودن ماهی پروری تشکیل کردن از میوه قند استحصال کردن برای کسری های قند از همه نمودهای میوه هایی که تگشت میریزد ویران شده دیگر خوبش جدا کرده صادرات اینش کارکر کرده قند استحصال کرده و همین هم قند و صادرات تمام دو طرف راه های نایه اش خوش است صبح سر حولینا ده نزد حولیگی ها ده سر تا 800 تن یکنیم تا 1400 تن خوش صادرات میکنند 1 کیلوگرم خوش از مردم 25 تا 30 سامان میخرند خاک اینقدر در بازار نمیفروشند صاحبکارا میخرند از مردم خوش همین تمام تاجیکستان ده میشه میشتانی هم یک کمتر آب میتی سبزت تمام نه حشرات میزند و نه دارو میزنی دیگر نه آب میمونی فقط جمع آوری میکنی دیگر کی 10 کیلومتر راه کردن کارخانه رساندگی دوزندگی پای افزال براری و دیگر کردن با صاحبکارای وطنی اونایی که در دیگر کشورها کار میکنن دعوت کردن مبلغداری کردن و تقسیمات کردن در یک جایگی کردن این انشاءات دولت ساخته است دانشگاه دولتی طبی در ولایت ختلان این از بودجه دولت لیکن دیگر انشاءاتی که من گفتم همش از حساب صاحبکارا و حساب خودی مردمی سخاوت پیشه مردمی همون محله جماعت دیهاتی پوشین و کاریست هر دیها تولد خانه دارد علایده مرکز سلامتی بنگاه طبی مکتب باغچه‌هاشون را ساخته ایستادن راه ها را اسفالت پوش از دیگر جا آب آوردن برای مردم کارخانه خردی استحصالی نبود یک دیه نام دارد قولی سوفیان 40 کیلومتر از همین جایی که ما هستیم تا همون دیه است و افتخار جشن 30 سالگی با مردم به همون جا صاحبکارا دیگرها تاجرها در همانجا تولد خانه ساختن برای 12 کت مرکزی سلامتی نداشتن راه نبود راه کردن راهی اسفالت کردن 6 ماه در همونجا تولد میکرد چیکار بود میزیست وفات میکردی کسی نمیدونست مرکز آمدن نمیتوانستن کسل خانه حاضر طبیب در همون 40 کیلومتر مکتب بنگاه طبی مغازه حمام در اکثریتی و صاحبکارا و دیگر مردم حتی رحمت به پدرشون به صاحبکارا و آدمان سخاوت پیشه که آموزگاران کهنسال که هیچ کس نداشتند در مکتب‌ها برای اونا را خانه ساختند خانه درشون تعمیر و ترمیم کردند کوچه هاشون دیگر سفیر و دیوالشون وای کردند همین از دولت داری آباد کردن همین است از آیله سر میشه بسیار کارهایی هست که با مردم مشکلی ها را برطرف کرده میشه یعنی ما با مردم نزدیک بودن اماده کار وظیفه ما به خلق خدمت کردن است خدمتشان دولتی نه برعکس همین من همینجا آمدنم تاکید کردم با آن تهدید و خطرهایی که در جامعه جهانی هست مردم را آگاه کردن که ما آماده باشیم اولا که ترس هراس باید نباشد چگونه کووید 19 را گذراندیم ایناش هم پس سر می شود فقط همه شرایط داریم امکانیت داریم آب داریم زمین داریم
عقل داریم، دهقانان اصیل داریم، متخصصان کار میکنند. مردم را در تنهایی نگذاریم، تشبثکار باشیم، کوشش کنیم به ساحه علم و معارف کمک رسانیم که ملت ما بیسواد نماند، محتاج به دیگران میشیم. نداریم اختراعکار نیست، مهندس نیست، معمار نیست. کی تربیت میکند؟ پیش از همه پدر و مادر. افسوس که نه همه پدر و مادر درست صدقاً به تعلیم و تربیت فرزند مشغول میشن. اگر مشغول میشدن جنگ شهروندی سر نمیزد. اینا تاریخ نمیبخشد. تاریخ گواه است. من اینا میگویم نمیگویم. جنگ شهروندی تاجستان از مسجد ها سر شده. بینید این دنیا را پیشروی علم و تکنیک را بینید. 99% مردم تاجیکستان مسلمان است. این معنای آن را ندارد که ما علم نآموزیم. این معنای آن را ندارد که ما فنهای دقیق را از خود نکنیم. ما اختراعکار نباشیم. ما کار نکنیم. ما زحمت نکشیم. دولتمان را بنیاد نکنیم. این معنای آن را ندارد. برعکس خاطر نشان میسازم که مبلغ‌های ذکر شده پورا از حساب صاحبکاران و اهالی ناحیه میباشد. موافق معلومات سال جاری 80 نفر ساکنان ناحیه دنگره برای ادای مراسم حج نامنویس شدند. از این شماره 40 نفر آنها از رفتن به حج دست کشیده مبلغ‌های به این مقصد پسنداز کرده خود را به کارهای خیر آبادانی و ناحیه صرف کردند که چنین اقدام آنها بی‌شبهه قابل تحسین و دستگیری میباشد. این مؤسسه تا مکتبی بسازین، نبیراتون را میدونین چقدر کاری ثواب است. پدر و باباهای ما شما عصرهای عصر که امکانیت داشت که به خانه خدا زیارت برود، چی اونا مسلمان نبودند؟ وقت شود شرایط مهیا کنیم میشود. تربیت فرزندان را درست مشغول شویم. به صفت خوراکشان، به سر لباسشان، به شرایط زندگیشان اهمیت اولین درجه دهیم. خانه و کاشانه و در خود را بهتر کنیم. شریعتاً امیر طلب. تنها در جماعت‌های دیهات پشتین و کارز با سهم اهالی و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه 5 مکتب برای 4800 خواننده، کودکستان، مؤسسه‌های تندرستی و 7 کارخانه استحصالی ساخته شده است. طرف ناحیه تیمور ملک و بلجان رفتن یک دیه است، غرغره نام دارد. من در اینجا راهبر خواجگی بودم. حاضر من میرم دیه را نگاه میکنم نمیشناسم. کارخانه صنعتی، رساندگی، بافندگی، نساجی، کارخانه کارکرد میوه، سبزوات، جای کاری، صدها نفر از ناحیه تیمورعلی دیگر با اونجا کار میاد. کارخانه کارکرد شغال میگفتن نیست. در دنگره نه قم است نه سنگ است، از دوشنبه می آوردن، از ناحیه همدانی می آوردن برای کارهای ساختمانی. قم هم شغال هم دیگه در همینجا بود است. آیله هاشون فرزنداشون کار کرده ایستاد است در در خانهشون. با یگان جا با مهاجرت نمی روند. کاسبی است، دوزندگی است، کارهای دیگری است که در خانه ایستاده مبلغ کار میکنه، زندگیشون رو پیش میبرن. این تجربه را نمایندگان حکومت در دیگر شهر ناحیه خودتون ببینید. رویم محله ها در کار کنید. تا 35 سالگی را خانه هر یک عائله را با خودشان مسئولیت کنین، تعمیر و ترمیم کنند، درست کنند. جای خواب خودشونه، حولی و در خودشونه، جای خوراکپزیشونه، جای خواب فرزنداشونه. میشود تاجیکستان آباد. وابسته به این به برابریت و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر ناحیه‌های کشور و وزارت اداره‌ای که مسئول اجرای کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های کشور میباشند، سپارش داده میشود که تجربه جماعت‌های دیهات پشتین و کارز را آموزند
و برای اجرای سریع و با صفت نقشه‌های پیشبینی گردیده استفاده نمایند. اسدحاکمت شو رئیس ناحیه دنگره یک جماعت دیهاتی پوشین که کارز نه حدود ناحیه در هفته دیگرش هم کار کردند. در این روند برای معیارهای قبول